ما بیادر میتونم چاره کنم اما توی ملت هم حدش گذاره میکنی این 20,000 هم سرم 4 تا غریب مسکین مصرف کن برام خب 3-4 بار اینا میرنگی ها کرزای صاحب امکان داره خو وام که از فعلا در افغانستان است امی ویدیوهای تیک تاکی رو میبینه و این پیام هم خواد ببینه به خاطر که بسیار کسایی رو پست میکنن اگه خودت به مو رئیس جمهوری بودنت و مو شان شوکتت اگه به سلیم صاحب 20,000 داده باشی خب فکر کن که یک ظلم کلان است بر بچه فیلم افغانستان. با خدا قسم میخورم روزی دام بود گفتم کرزای صاحب بیدی مرا بده که ما بچه بسیار دوستم داشت اعتبار کنه صدای مرا بشنوه یک دانه قالین مور برای دلیپ کمار خدا بیامرز روان کرد خب بله با دلیپ کمار روان کرد که برادر ما حنیف انگام خدا بیامرز ظلمه مجیدی و دیگرها رفت باز من نرفتم همون روز یا تکلیف برم پیدا باز اینا بردن هم قالینه در خانه دلیپ کمار که اگر صدای ما کرزای صاحب میشنوه اینمی جای نشانی یعنی جای نشانی رو هم گفت مگری که یک موتر خب باید از حق داشت که یک موتر خب باید است که دمو وقت اینمی کل رهبرایی که میبینی پاچه ها مرد نشد که برای بچه فیلم خود یک دانه ریکشا بخره امی مارشال فهیم هم رفتین پیششان از او قصه بکنین به خاطر کسی برای ما موتر نخریده اعتبار به خدا که مارشال فهیم هر باری که میرفتم میمانش میشدم $3,000 $2,000 در بالای جیبم میکرد حقیقت ها را برتان غلط نمیگم که همینجا کلگی ثبت کنه و اینمی مزار شریف که میرفتم استادتا میگه باید نیکی مردم یاد کنی او مربوط به خود سیاستمداراست که چی میگه هر باری که ما مزار شریف رفتیم همین استادتا در خود ولایت که 2,000 نفر بوده از چوکی خود خسته مرا در چوکی خود خدا شاهد است به الله قسم در چوکی خود شانده عزت ما کرده ما این همین نیکی از این فراموش نمیگم هر دفعه هم که ما رفتیم 5,000 $4,000 بر ما داده حقیقت برات میگم کسایی که کمک کرده این همین نفرها بوده دکتر صاحب عبدالله یک بار $20,000 مرا داده بله $20,000 داده؟ $20,000 را دم دوران چی خود پیش از این که انتخابات شروع شد بیادر داده دوستا و زیادتر حمایت میکرد مصطفی کاظمی خدا بیامرز مرا حقیقت است باید بگویم همسایم بود کمک میکرد گاهی بیادر همون راکتی که در کمپانی قیس فیلم خورد 10 نفر شهید شد در اون زمان البته عامر صاحب شهیدم قهرمان بر ما کمک کرد همون در 200 بلک همون زمان استاد ربانی هم کمک کرد که پس کمپانی ما سر پای شوه و بعد بختانه دیگه سر پای کردیم که همون دوره امارت اول آمد فرار شدیم و رفتیم حقیقت ها رو باید بگویم دوستا کمک کرده یک تعداد واقعیت برات بگم حال اگر من یک نفر نام بگیرم تا دکتر نجیب صاحب هم خب مرا حمایت کرده در یک زمانش البته خدمت ما مردم کرده این رئیس جمهورایی بوده که بسیار با هنر و رشد مملکت علاقه داشتن که باید سینمای مملکت رشد کنه اگر سینما در یک کشور سقوط کنه اعتبار که مملکت تمامش کور است سینما است که انعکاس دهنده یک جامعه می باشه جامعه را روشن می سازه چهره‌هایی که برادر حتی درس نخوانده باشه سینما میتونه که برای آگاهی بده علم بده اینا را از مکتب کده سینما یعنی یک درس بزرگ است خدا شاهد است اینه دوستا بفرمایید دیگه سوال باشه با وقت دیگه کدی دکتر صاحب نجیب عکس گرفتین ما عکس گرفته بودم کدی عمر صاحب شهید کدی دکتر صاحب نجیب گرفته بودم شرایطی که آمد دوره اول طالبا ما فرار کردیم این عکس‌ها را گرفته دقات چی بردیم در پاکستان دوستا یک تعداد شاید خبر باشه در پیندی بودم زندگی میکردم مرا کدام تا شیطانی کرده بود
که این طور از خانه محاصره شد. یک 20 تا از این تانک آمده بود در جان من. پلیسای پاکستان. در پاکستان همون زمان به خدا. این قصه است که هیچ طالب برای کس نگفتم. همون روز صبحش در سبزی مندهی کدام تا بم مانده بود، انتحاری شده بود. مرا راپور مرا داده بود که اینمی هم دست داره. کدام دشمن نامردم. من چرا ترسیدم همیال از افغانستان آمدم. اینه تو شیطانی میکنن، اینه تو نامردی رو میکنن، وطندار خود میگیرن در گیرت میکنن آمیتن. اعتبار کو که یک ماه فکس مرا زدن. ده افتانه زدن من. یعنی پایایم که درد میکنه، حال تاثیر شمیز دستایم درد میکنه از بس که دندای پدرنالتی که زده که دیوانه کده مرا به خدا. ده ها پایانم میکرد، ده چیزا که برق میداد. بالاخره من گناه نداشتم. یک وقت برای ثابت شد، یکی از کاکاهای افغانستان مرد پیدا شد، برش گفتن که اینی بچه را بیگناه بندی کردن، این بچه فیلم هست. نمیفهمیدم که من اونر پیش هستم. این که آمد بیادر گلم که دزوا گب زده بود، مشناختم سایمن سباره کدام جنرال گرفته برده بود، رفیقش بود، گب زده بود که گناه از چی هست؟ گفته بود تو گفته بود اونر پیش هست، این بچه فیلم هست. این رقیبای نامردش راپور غلط داده. یک وقت بده پوسترها و یاره که بوده او بده شاهین صاحب معاف کرو گفتم انصاف کرو که تکت کم کردی چیزی در جانم نماندی، تو انصاف کرو. خب بالاخره بیادر مرا دال داده بالکل مریض ساخته بودن. حقیقت براتون میگم. من خب حال دیگرها وره خود دروغی را بگم پف میکنه نفر، یعنی من میگم حالت حقیقت است. خب بالاخره برادر با هزار جنجال ای بیادرتان تمام عمر خود در مهاجریت ایران، هندوستان، پاکستان، بالاخره سردم در اروپا رسید که امین جام درد دارم. ملت خود دوست دارم، خاک پاک وطن خود دوست دارم. تمام دنیا را که بیتی ما برادر دوست ندارم. همینطور یک گپ از پیش ما در تلویزیون طلو مصاحبه شده بود که گفته بود که اروپا میری. گفتم که اروپا ما برم اونجا قابشویی کنم. بازور مردم غلط فکر کرده بود. هدف ما سر کل ملت نبود. گفتم که یک تعدادی که بیادر زبان نمیفهمه، مثلا درس نخوانده باشه، طبعا بیادر یا قابشویی میکنه یا دیگه کار میکنه. اما جای خوشوقتی است که در اروپا افغانای ما حتی سای منصب است، در میدان هوایی وظیفه گرفته، دکتر است، انجینر است. افتخار بسیار بزرگ برای ملت افغانستان است که یک چک میکنه. این تو گپاسته دیگه امر بگو. و این صاحب دفعه قبل که آمده بودین گفتین که یعنی با احمد ظاهر بسیار نسبت خوبی داشتین. اگر میشه که کمی از خاطراتتان با احمد ظاهر، مرحوم احمد ظاهر قصه کنین که خوار قندم این ملت گپای مرا فکر میکنه که دروغ میگه. این پفرتونه سلیم شاهین. حال شما سعی کنید در تمام مصاحبه‌ایم یکسان گپ زدیم. یک چیز گفتیم که کدام تغییرات من صنف 8 ساله بودم، صنف دوم مکتب بودم. برادر بزرگم انجینر صاحب اسمت خدا بیامرز ورکشاف بلخی، یک ورکشاف بزرگ داشت بیادرم که او درس خوانده بود در چیز جرمنی، در دنمارک. اونجا چیز دنمارک زندگی بود، اونجا درس میخوان، اونجا تحصیل کرده بود. این بسیار میفهمید دمی موترهای جرمنی. باز هر چیزی که این فلکس واگون ها خود کل جرمنی بود، بلز جرمنی بود. بازی بالاخره بیادر میامد که بیادرم رفیق بود. حالی همون دو بیادرم که رفیقش بود وام فوت کرده، اما ظاهرم فوت کرده. ما بدبخت بیچاره زنده موندیم که میام میزنن مرا توهین میکنن که مام که بمرم. مام آرزو دارم که بمرم. نه من یک گپاره اگر یک کلمه شو دروغ گفته باشم به نام خدا، این مردم اینقدر احمد ظاهر سعی که انسان بود. احمد ظاهر ادب داشت، تربیت داشت، احترام داشت. مرا مستری کوچولو میگفت. نه وزیرانم آمده بودم خواندنا و کنسرتی که داشت که گوگوش یا بیادر
او موتر خود آورده بود که امیر پاکاری کنه. ما خود زیاد یاد نداشتم، فقط مبلاین بدل میکردم یا پلکار آواز میکردم. امی دمیزیر موترش زمزمه میکردم. نو فیلم رامر کشنا را دیده بودم در سینمای پارک که مخواندنک بچگک برای بیاد خوار خود میخونه. پولو کا تارو کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے لا 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 لا. امیره که من زمزمه کردم یک دفعه بیادت همی حمد ظاهر لالای ما گفتی کی هسته کی؟ گفت اونم مستری کچولو بیادر خوردم هست. همه گفت بیارنش کش کده که آورد. 1000 بار گفتم روی یکای ما ماچ کرد. یک بیستی داوتی از امی جیب خود کشید. ایره مرا داد. سپا خیلی قیمت داشت. نو ماش افغان فیلم گرفته بود. برادر گفت اینمی بیادر ما گفت یک روز یک استعداد بسیار بزرگ اینمی بچه میشه. با خدا قسم این مردم اگه گپ مرا قبول کنن یا نکنن، من خود گپ خودم میزنم که سبا روز رفتنی هستم. قصه های شیرین احمد ظاهره این یکی خاطراتش بود که برای شما قصه کردم. خدا خیر بده با واقعیت که خدا ببخشه اون. خداوند جنت برای نصیبش بگردانه. خداوند خودش میفهمه که از کی خوش است از کی بدش. بشک ده هیچ کدام شک. سلیم صاحب ما بسیار یک برنامه تا دیدیم در یوتیوب باره یعنی کتی یک سریال که کل افغانستان شور داده بود. یک سریال که از خاطر از دیدن از سریال تو قصه های بسیار گوناگونی برآمد که مردم اشتو که خود در ماشین از یادش رفته بود. ماشم که چی کرده بودم سریال تلسی رو میگی؟ سریال تلسی رو میگه. مسلمانا مردم دیگاه انفجار کرد. مردم خانه دوزی شد. مردم سریال وقتی که میخزه که نه قالین است نه چیزه. همین قصه رو ما با خدا اون سوال کردیم از پیشش. امیر بازار بوده که دیدین میتونین که ببینین. انشالله ان قریب من دازم همون مصاحبه را در یوتیوب هم. خب بسیار مشکلاتی رو پیدا کردیم. در حین شوتینگ بود. خانم تلسی خود هندوستان رفته بوده؟ رفته بودم کلش دیدم. حتی با که مادر پیرکی بود اونم دیدم. مصاحبه هایش است اونم انداختم. در یوتیوب برن ایره براتون واقعی میگم. ما عکسای تا ندیدیم شاید. خیر است که مصاحبه را مندازم. باز مندازم در تیک تاکم باز. خب سوال که پا رشید بسیار یک دختر قد بلند گفتمش که غیر از این که در سریال در فیلم ها چند فیلم کار کردی مصاحبه ما ببینید. گفت که 4-5 فیلم میرا کام کیا और 2-3 सीरियल में काम किया. मैं गफ्तम और तुम्हारा क्या काम है कोई और भी है या सिर्फ फिल्मों में काम करेगा या सीरियल में काम करेगा और दूसरा कोई काम नहीं है. ओहो मैं बड़ा आदमी हूँ. बड़ा आदमी मैं कैसे मिनिस्टर हूँ बड़ देखिए खुदा मिनिस्टर वाला मिनिस्टर है ना मैं फॉर्मिदम این نفر کوشا کرده گفت منستر چیز که بیادری در پارلمان است گفت کلان وکیل است. راستی ها. ما گفت که ما بسیار بزنس بزرگ دارم. تجار بزرگ هستم. شوهرم هم بسیار سرمایه دار هندوستان است. باید از او بیادری سکو قصه ها را شروع کردیم و میمان کرد مرا. واقعیت بسیار یک میمانی خوب برای ما داد. همونجا تمام هست تصویراش دیگه باز انشالله برای دوستا برنامه را مندازم که مردم بفهمه تمام هنر پیشای تلسی را مکدش مصاحبه و عکس گرفته. یعنی پسر برشان کردی که از خاطر سریال خودت در افغانستان قرآن از خنده زوف کرد. گفتم خانه دوزی شد. گفتم مردم ها خو رفت مرد. مردم ها بیادری سکو اولادش مرد. سریال اعلان نکرد از دست سریال شما. اینی رنگی با واقع در کابل که از چندین نفر اشتکای خود میگه در ماشین از یادش رفته بود. ماشین کل یک دیگه بیادر چیزی که خانه بود دوزی شد رفت در بدر شد دیگاه سر به خود ترقید میده.
اینو تو میگم مولای مسجد نماز خفتن زودتر میخوان به خاطر که بره. میگم خودت اعتبار کن که یک ملا گفته بود که یک 5 دقیقه پیشتر چی میکنه بازش سوال کرده بود که مولوی صاحب چرا گفته بود والا همین برنامه تلسی رو برون ببینم. با وقت مولای مسجد نماز خفتن زودتر میداد به خاطر که سریال تلسی رو ببینن. دیگه کدام سوال باشه دوست عزیز؟ سریال با چیزو یکی دیگه هم بود نه پرنا او سریال پیرناخ آمده بود در برنامه آمده بود در افغانستان آمده بود میمان بود در کابل بان دیدمش از نزدیک او را هم دیدیم بسیار خب هر کی قدر هنرمند خود باید بدانین آفرین این همه قدر اونا پشت سلیم شاهین چی وقت میزد یک وقت شما باورتان نمیه شما نمیه میفهمم هر چی که بگویم باز میگم دختر خانه این رنگیست فهمیدی؟ برای شما ارزش نداریم اما ما پیش از اون ملت پیش مردمی که فرهنگ هنر قدر میکنه عزت ما بالاست. در وقتهای خودتان یک خواننده یعنی بسیار یک خواننده مشهور خود احمد ظاهر بود و نغمه هم یکی از فکر کو که خواننده که یعنی خداوند کریم بسیار یک آواز مقبول زیبا برش داده از خود نغمه و از خود منگل یعنی بسیار خواندنای همون رومانتیک محبتانه در کدام فیلم خواندن نغمه یا از منگل خواندنایشان بود؟ در بهترین فیلم های ما از فیلم جاده مرگم خواندن نغمه جان هست سر ترامش دارم اون زمان غیر فیلم های ما آهنگ های احمد ظاهر خدا بیامرز بود اینمی خانوما بود سرمی فراد دریا خواندنایش بود در فیلم های ما یعنی کسایی که خوشم میاد اینمی حالا که کسی که مرا خوش داره ما هم خوشش دارم کسی که بدبینیم از چه میکنه در زیر لایف ما برو بدار یک لایف دیگر رو ببینه یکی بسیار یک قصه دیگر هم براتون میکنیم تا قصه نکردیم امی آوازخان ایندی که آمده بود افغانستان نامش یادم میاد چیز که باز تخت که چپا شد پیرامل نه پلوب اینی خواندن هم کده سرانگم آفرین این امانی ولایش نمیشناختم یک وقت بدر گل قنم بدر امی بریبار است یک گال است امی درون غازی استدون خب سایمان سبا قماندانی همگی احترام مرا داشت که در 9 نفر بالا شدم یک وقت حالا که بگویم بازی صبح گپ میبرایه مگه ای پف کد باز علاقت خدا میگه در فکر گپ مردم نشند همین یک وقت همین نفرهای زی متوجه شد مرا برای سر رقم گفت که شاهین آگیا خب پیش از این موقع ما گپ زده بود که در افغانستان بیایم ما گفته بودمش که بیا حال امنیت است و امنیت هم بود بیادر پیسه خوب گیرت میه و ای را آوردن بیادر کمی آستا که یک دفعه چشمش دمه شد اشاره کرد آستا خدا او راستی که می رسیدم پیش روش که تخت چپه شد با خدا قسم اونم گرنگی های نبود که تخت اونمون چپه شد اینه خدا و در چاقم بودم یعنی همین وزن خودت تاثیر گذار بود سر تخت از با مو الله که می رسیدم چپه شد این دوستا موجزه رو ولی من اینمی قصه را نکده بودم از بس که بیده گپای ما پیش از یا پفست ایت نمیگم ای تو قصاص پیش ما که خدا که بگویم صبح میبره بازو رو برش خنده میندازم حالا پف حالا چوف شاهین صاحب بر ما یک چیز واقعا قابل افتخار ای بود که در لایف بعدی وقت شما گفتین که امی دنکشون یا که کلمات جملات آلمانی را که دیگران استفاده میکنن قدر مردم برش ارزش اهمیت نمیتن مگر شما که استفاده کردن باور کنین هر اکانت که من میبینم که صدای شما را استفاده کرده 1 میلیون ویو گرفته امو صدا امو ویدیو 2 لک 3 لک 5 لک 1 میلیون در چندین اکانت من دیدم که بازدید میلیونی گرفته بود من گفتم واقعا که یعنی مردم رشخند میکنه اما در حقیقت یعنی دیالوگ شما را با استفاده کردن ما برای طالب آگاهی میکنم همه دین روز بر ما ثابت شد دین روز از قطار آمدم در بوس
از بس پاهم شدم که یک بچه قد بلند کدی یک خانم کدی ما سلام علیکی میکنه تانکی شون ما یک وقت از این پرسان کردم گفتم من تیک تاک تا دیدم آنقدر گفت خوش مامیای آلمانیا این همیال من هر بار ما خودم اینه تشکری میکنم از کشور آلمان، از مردمش، از پارلمانش، از حکومتش، از پلیسش و از مردم با عزتش که ما را همینجا میمان کرده، عزت کرده. با نمایندگی تمامتان ما تشکری میکنم از مردم آلمان. چرا قدر کشورها را ما و شما ندانیم که ما و شما را خانه میته، جای میته، ما را برای پیسه میته، اولاد ما درس میخونه و ما بیایم باز عوض از این قتل کنیم یا خدای ناکرده کار منفی کنیم. ما بینی ما را دیگه نبرین، خواهش میکنم به لحاظ خدای نه. این گپ کجا بود؟ گپ این ثابت شده خوارقن. این محبوبیت برای هر کی نصیب نمیشه، این شهرت برای هر کی نمیرسه. امی عریفای ما در گرفته، امی رقیبای نامرد بوتای مرا پاک میکرد، تالو رقیب ما شده نمیتونه. این بود پاکای ما بوده، برس تا دستش میتم بچه میگم بیا جان کاکایش، یعنی میره برس کو. ما که از او بیام خدا قرار بگیرم دخترقن؟ من نه، ما کوشش میکنم اینمی حالت تو ما فیلم جور کردیم که بازخواد دیدن، برای حکومت آلمان جور کردیم، با پول خودش اعتماد کرده سر اینمی بچه فیلمتان. این گپان باز بگوین که پف کرده اینه میبینین باز اینمی یک هفته بعد دو هفته بعد میبینین باز بگوین بیز خود یک تعداد از شما چیز جور نمیشه. غیر بابم پریت است، بابم بیادر بگی خوده، بابم بیادر کجاستی، بابا الله والا کاکا هستی، خرابات هستی، کاکا هستی، پتوگه که تا پرتو از این چیزا جور نمیشه جوانا. در سرک میگردی خستکتون کشال، برادر گلم پتیتون کشال، اقلا یک محیط دیده برخورد کنین. نمیگم که بیادری سکو اما کلتور خود ما بهترین کلتور است در مملکت خود ما. هر کی ما مطابق کلتوری همون کشور باید ما و شما رفتار کنیم. این گپ اساس است که ما براتون میزنم. تمام سینماگرای ما بسیار با عزت است. همین رفیقای خوب ما، البته رسول ایمان، مثلا اسد جان سکندر بچای خوب بود، خدا بیامرزه، احمد خان، سلام سنگی، ما هنرمندای بسیار با استعداد ما داریم. ما از مکه بالا 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 بالا، ما خیلی پایین ترین هنرپیشه افغانستان هستم. این که مرا این مردم اقتدار دوست داره مسئله شلایده است، در زور نمیتونه کس. حال ما وقتی که لایف میم 700 800 900 نفر در لایف میم 1000 میشه. ما اینمی محبوبیت است، اینمی دوستی است که دیشان، اینمی محبت هایی که دارم، ما هم دوستشان دارم. اینمی حال درد ملت درد سلیم شاهین است. درد سلیم شاهین باید درد ملت باشه دوستای عزیز. دیگه سوال باشه سلیم صاحب، اگر اینمی پیامت مترکایی به یک دایلوگ که میخوایی که امی درد ملت اتو یک دایلوگ گفته برای یک مملکت، اینمی حال فکر که دمی شورتینگ فیلم باشی و اینمی درد ملت میخوایی دایلوگ گفته بگوی، چطور خواد بگوی؟ هموطنای عزیزم، درد شما درد سلیم شاهین است. از هر قطره خون میتونین پرسان کنین، شما احساس کنین. همه طوری که سلیم شاهین درد شما را احساس میکنن، شما هم درد سلیم شاهین احساس کنین. و درد سلیم شاهین درد شما ملت با عزت با غیرت است. آبروی سلیم شاهین آبروی شماست، آبروی افغانستان آبروی سلیم شاهین است. از این دیگه بس است، نرزانین آبروی مرم، آبروی خودم. چرا چپ ماندی؟ آفرین، من میگم بر تو یک حال ما قدر بیادر هنرپیشه دایرکتر هستم، خود در دادیم دشمنای ما یک تکه بیادر مرچ در بینیای دگاه در جایش مید، ما در بینیای مردم درو میکنم مرچه.
زنده خو باش خدای میگم با دوستا اینی را میگن برنامه، اینی را میگن تیک تاک. پیشتر یادآوری کردی که نه این همین تیک تاکرایی که شما میبینید، من در افغانستان بودم صدای من استفاده میکرد، بسیاری فالوردار از تصویرهای ما پیدا کردن. همین تازات میگم براتان، خوب تیک تاکرای این همین تصویرهای ما بود، صدای ما بود. حالا بگی خدا و ولا شفتالواره و بهدریسه که بودن دانه نداره و این همین دیالوگای آمیانه است که مردم شهرت میده. در فیلم های میبینی که توهین میکنه اما شهرت میکشه. این می دایلوگه که بگی خدا چقدر یک مشهور دایلوگ خودت است. بسیار تقریبا 10 سال چلید، 10 سال فکس. دیگه سوال تو برادر، بالکل دیگه سوالای تازه. سوال بیم سلامت باش بیادرک. سوالای تازه از اگر تو خودتان تصمیم دارین که یک برنامه چایخانه جور کنید. بله برنامه چایخانه 18 برنامه ثبت کردیم که انشالله هم قریب شما میتونین ببینین در یوتیوبم، فیسبوکم و در تیک تاکم بخیر نشر میشه. ما برای نان خوردن اینجا نامدیم، ما برای خو کردن نامدیم. ملت عزیز، اگر وطنم برای ما عزیز بود، وقتی که سینمای ما بسته شد، تلویزیون ما در مملکتم بسته شد، برای ما دیگه جای نموند. ما عاشق سینما هستم، عاشق کار سینما و هنر خود هستم، فرهنگ خود هستم. این حال آمدیم که ما برای شما هنرنمایی کنم، حوصله کنین. این دو فیلم بخیر خلاص شده، شوتینگ های باز شروع میشه، پشتای سنای شوتینگ های فیلم ما برای شما من نمایش میتم و در لذت ببرین که شاهینتان صدای ملت افغانستان است، صدای با غیرت مردم افغانستان است، نه صدای بدریسه که پایین مردم افغانستان. کوشش میکنم که نامتان به قله های دنیا برسانم با عزت انشالله. خداوند کریم با عزت. چی را میپالین شایی صاحب؟ با شما مچ نکنیم. 3 دقیقه دیگه صحبت داریم. باز به خاطر که گله کردن در او هفته گفتن که بیادر بعد از مایک 3 ساعت دپ میزنی، بیادر یک تشکری و دیگه این گپا. ما از همین خاطر یک تعداد رفیقای خود نمیخوایم خفه شوه و 3 دقیقه دیگه هم سوال کو باز مایچای خود میزنیم ببینیم که هموطنای ما چی رنگ تو را شما را استقبال میکنه، ما را استقبال میکنه. صحبت ها خامیال ثبت شد رفت، هر کی مواد خود گرفت در خورجی خود به مردم انداختن دیگه. برای 2 هفته یا 1 سال دیگه ایره میچلانن. این گپای ما تازه بود کلش. خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. حداقل که از هر کس هم نمیشه شاید. امی یعنی از هر کس جورم نمیشه می ویدیوش، نه از هر کس نمیچلام ویدیوش. یک اعلان دیگه هم براتون بتم که یکی از آوازخوانای بانوی عزیز که من برای صدایش ترام داشتم که تا این لحظه در مهاجریت بود، در بسیار زیر فقر و بدبختی بود، که سارا جان سحر آوازخوان خوب ما انشالله در اروپا رسید بخیر. کنسرت های بدی شاید ببینن بخیر انشالله. یکی از شاگردای خوب ما، البته با عزت ترین دختر است که احترام مرا داشته، کاکگی داره. اینمی چادرک سرخ در سرش است. سارا سهر هم میشناسین دیگه، خوب خواندنهای بسیار مقبول کرده، کلش انقلابی. واقعا بخیر خوبی از مشکلات آمد این طرف. با افتخار شکف میزنیم به خاطر بسیار مشکلات داره، با خصوصا آوازخوانای عزیز ما. یک سوال دیگه هم خوب محکم همه تو میخکی کو از من امیاله یا شروع کنیم؟ یک کمک یک گفته از ما یک پاز میگیریم، بعد سوالات جور کنیم که اصل سوالات بعد از جیب میشه. مقصد باز ما چی دارم که کد رفیقای مواده کردیم. دوستای عزیز با امید خدا، با امید خدا کل ما بیده هر کسی که حمایت میکنه بده خانه پدرش آباد. دوستا کلگی در مثال صفحه از طرف ما یک دبر تاب بکنید کلگی. دوستا از همه چیز کده لایکتان بسیار ضرور است برای من، محبتتان آرزوی ما است دوستا.
تشکر کابلی عزیز رگذر نازنینم قربانتان تشکر با میبینیم که باز دوست سوال دوست مقابل چی عکس العمل نشان میده باز ما و شما هم هستیم بخیر کلگی دوست دست جمعی سیستک شما سوالتان ما پرسان میکنیم دوستان 900 نفر هست 900 تا قلوخ هم که بزنین فرق سلیم شاهین میترقه نه فرق نکنه کتی لایکا کتی قلبکا بزنین اوه نه خیر است اما از هموطنهای من سنگ و قلوخشون کار دارم یعنی دوستا میگم سنگ مگه بیای نیکوه ها میگه از دوست تا بیادرون مرنگیست سلیم صاحب دمی برنامه چایخانه است زیادتر و بیشتر کدام برنامهش خوش داشته و علیکم السلام والا همه برنامه‌ای که این چایخانه در سقوط بود مرا آوردن مرا آوردن ما یک لک و چند هزار میدادن فراموش شد باز ما هفته یک بار کدشان بودم 4 روز در مایه برنامه بسیار کش کرد چایخانه بازی رقیبای خود درون تلویزیون یک تعداد بود تخریب شروع کرد پفخانه بازی رو پفخانه جور کردن یعنی بسیار چیزای جالب هم بود حالا ضرب سیس بچه ها بگی دوستا میره ضرب سیس یک دوستا ضرب سیس متوجه باشیم که حالا که و 2 نفر است بخاطر او بار ما را برد دوستا ضرب سیس کلگی های تشکر زنده و سلامت सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया जो जुद गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया برو بچای وطن همه تو دیگه خودتون میفهمین و کارتان و زندگیتان بچه ها هست دل ما بیغم هست به افتخار بچه ها به افتخار عزیزا و نازنین های ما ببینید که بچه ها چی میکنه امشب ضربه‌ای اسکور خوب صحیح بچه فیلمتان اسکورش باید معلوم باشه شاهدتان چقدر دوست دارین چقدر محبت دارین تشکر فواد جان برلین تشکر از بروتا و دوستایی که گل میزنن ممنون و سپاسگزار شریفی صاحب از خودتان تشکر قربان دوستایتان نازنینایی که گل میزنین ممنون و سپاسگزار هستم از تک تکتان دوستا هنوز دوستای ما هیچ کسی طالب عزیزایی که رفیقای محکم است پالوان عزیز است سکندر نازنین است فرید جان است اینا هیچ کسی نامده اینا فقط رفیقای خود ما شخصی است قربانتان بویمام نیست هیچ کسی نیست بیا خدا باشه و شما ملت باشید که در لایف هستن خلاص بچه فیلم دیگه باید است که میگه بیرق بچه فیلم بلند باشه ولی آرزو دارم که شما هم خوش وقت باشید زنده و سلامت باشین شکر خوشبخت هستیم اما بلندی تنها برای سلیم شاهین زب نداره برای تمام عزیزا برای تمام ملت افغانستان خوشی ها را من آرزو میکنم خداوند همشان خوش وقت داشته باشه دوستا ضربه‌ای دهی اینجا قوی هستم ولی بازی نکنیم مرات میکنیم مرات کوکاشوین خودم میکنن جانم هستین تشکر دوستای عزیز تشکر قربان دوستایتان درد نکنه محبتتان در قلب ما همیشه است و انسانهای با عزت هستین قربانتان ممنون از حمایتتان خانه آباد دوستا او طرف هم حمایت کنین حمایت کنین دوستای ما هستن مطلب ده این نیست بسیار دوستانه هستن فقط ما عزیزای خود زیاد دوست دارم نه بیبی سلیم صاحب این ذات ونت دا شش کرد به شکتا یک چک
حاجی سایل تشکر، اسیب جان تشکر، تیک تاک فن تشکر، یوسف تشکر، آی بی ام نرگس تشکر، تشکر. بانو نرگس خوارک زنده و سلامت باشین. تشکر از حمایتتان. سلامت باشین خوارک. اینا سلیم صاحب برد نه یکی راه شش ون کردن دیگه. ما خود طالب یاده گپم خراب بود. تو خوب شد گفتی ولا مرا. نه اون بردی اون شش ون شد. واه واه واه. یان کلش از کاکگای شماست. خب گیم 2 است بچه ها. ضربه‌ای میریم. هر چی که دوستا کسایی که دم خود گرفته دا گاز دا میدان بیاین. اگر در میدان است. از خواندن‌های هندی کدام خواندن بسیار زیاد دوست دارین؟ والا تمام خواندن ها را دوست دارم لالا جان. همون که دوست داری خیلی بخوان. همون که زیاد دوست داری. دیری دیری بوی کوئی سننا لے کوئی سننا لے دیری دیری بوی کوئی سننا لے کوئی سننا لے ہم کو کسی کا در نہیں کوئی زور جوانی پر نہیں دیری دیری بوئی کوئی سننا لے کوئی سننا لے آئے ہم وطن ہائے جان من ہائے ہم وطن ہائے جان من جانم فدای تو ای وطن دیری دیری بوی بوی کننا محسن سر بنداز واقعا سکن صدای از می آدم هم خوب است. ناق برناق شما میگین خود این میان من مطمئن هستم که من برادر من خواندنهای من انداختم. چی خوب خواندنها کردیم. تو خبر داری نداری؟ خودت خواندی خودت؟ بله تو ببین در صفحه یوتیوب ما بیاد خواندنهایی که نو جور کردیم خودم سر دیوال مرغ سفید بال اوشکونه لخچی دختر جان از سر دیوال چپکاکل بزنم در یخنت گل ایره کی جور کرده؟ کلش خودم جور کردم. اگر می چپکاکل یک زمزمه کنین شاین صاحب. او چپکاکل بزنم در یخنت گل او چپکاکل بزنم در یخنت گل هوایی آره گلی لالا پیش شماره هوایی آره گلی لالا پیش شماره است تو بیا در بر من خوب سیمین بر من همسایا خبر میشه گنید این بسیار بلند است درچش همسایا را سر ما جب نتین ایمان صاحب تشکر ایمان صاحب به گل نمیشه بچش اگر دوستا کنه که دست جمید گل نکنه بادزو دوستا کسایی که گل است در آغاز دوستا 6 نفر کس لایو ما ریپورت خورده زیاد. چرا رو اینان او داخلی ثانیه مکمل شد. برو بچه های وطن دوستا دیگه نمانین به خاطر از اینکه یکی رو برد یکی رو ببریم فاینال باز میزنیم. ضربه دوست دوستای عزیز ایرا بگیریم. شاین صاحب بگیریم. یعنی 6 کنه بگیریم. تشکر از همتان ممنون و سپاسگزار از رفیقای ایمان صاحب عزیزایی که شریفی صاحب دیده میشه ایمان صاحب دیده میشه. حال بچه ها میرسه هنوز کجاست؟ هر کی میای بیادر یک سلام علیکی و بیادر یک احترام میکنه میره. هر گیم تبدیل است تبدیل. هر کی میای مدین رفاقت ادا میکنه. خانه تان آباد بیادر. تشکر یا تشکر بابا کلیت خراب کردی با قرآن و آمد جان قند شریفی صاحب. والا تشکر از همتان دوستای عزیز. سپاسگزار هستم از محبتتان. ممنون. خدا کنه که جور و سرحال باشین با تمام اعضای فامیلتان دوستا. هنوز بچه ها نامده که ما انتظار رفیقای مت میکشم فعلا نیست دیگه. کی بیه شاید طبقه در اسکورتان بالا رفته؟ نه با خود اگه یک نفر آمده باشه با سرم قسم. اینا کسایی هستن. مزاری سلام مزاری کارت دارم بازم قربانت مزاری بچه رفتی یا هستی بازم اونجا یک پیام باز دلای میارمت بالا باز گپ ده. یک کار ما در مزار بند است در زیارت علی شیر خدا همونجا یک بچه است یک چبلی بسیار مقبول جور کرده بازم رو گرفته بیاری کردیم. از مزار چبلی میخواین؟
یک آدم امروز زنگ زد از مزار شریف دمو گرد روزه همونجا دکان سازی و چپلی سازی است. گفته والا ما یک دانه فرمایشی برای جور کردیم که یک نفر بیایه نمیشناسمش. خو علاقمندای فیلم قیس چای فروش زیاد است دیگه. بیادر اون سابق ما گفتیم ممنون و سپاسگزار، گفتم دم روزه سخی دم خاک پایش یک بشق باز برای من روان کن. دوستا سفرت لایک کنین ضربه والا در خدایی که من باختی بخلم. والا میشه بی سعی تشکر. خاله جان زنده و سلامت باشی برادر محترم. ما دروغ رولا جان دروغ نمیگم نه. یک گفتارم که بگویی بر من آمده تاله. خب بر ما نه راستی برات لایف ماست. آنوز هیچ کسی حمایت نکده. اینا کلش رسول ایمان است، رفیق است. مثلا شریفی صاحب است، بیاد خوانده است. پایز دیگه خود رفیقایت خبر کردی که بیا نه خو نه رفیقامون دیدی که بیچاره کسی کلا، کسی گل، کسی یک چیز گفتارا خو میبینی که بیاد شعر میزنه، پلنگ میزنه، حالا بگیره نمان میزنه. پلیکو من یاد ندارم پلیک کردن ازیره. تا حالا چند تا شعر گرفتین شاین صاحب؟ ما یک روز گیم نزدم، 11 دانه برای ما شعر کلان زدن از امریکا. او گیم نبود، فقط دم صحبت های میزد بیچاره. 11 تا یک روز برم زدن. 14 دانه شعر بزرگ گرفتیم. ما هنوز همون رو پخش نکردیم، اون هست دار شیفم همون تو ماندگیست نخواستم. این صاحب خیلی چیزا هست که شما باید او را پخش کنین. آیسته آیسته به نظرم باید دیگه شروع کنین موضوعاتی را که در لایو رویش بحث میکنین و او را کلیپ بندازین در تیک تاک. بسیار بعد از امی فیلم ها چیزایی را که طال دوستا مشاهده نکردن، چیزایی که باور نمیکنن، ما برشان با ثبوت نشان میتم که اینا بفهمن. گرچه مردم که آسمان نشانش بدیم میگه کوکه لیلی زن بود مرد بود، هرچی که برجا قصه کنی باز پرسان میکنه داخل همین لیلی زن بود مرد خلاص. این رنگیست همی کار نکنه، نمی که فیلم که قصه میکنه همیره گوش کنن. مولا جان اگه ما برای مردم زندگی کنم خو یک لحظام نمیمونن. نمیمانه. ما برای خود زندگی میکنم ولی اگه سر از اون نفرایی که توهین میکنه یا کومنت غلط میتگه ما اگه امنیت بتون به خدا قسم احترامش میکنم به صفت انسان، به صفت یک هموطن. اگر باز ببینم که این بر ما کدام پسخنده یا رشخندی میکنه باز ما یاد دارم که از استخوانش میکشم. این تو دیالوگ میگم که بالکل یک گپ میزنم که این استخوانای پدرش در سوخ بیاد. والا این تو آدم هستم به خدا. اینه دوستان اسپیتا بگیرن تریپال است. کمان دوستا رسول ایمان بلد است. رسول ایمان بلد است. گل چقدر کار داره، چقدر گل خواسته. ما جوان هستین به خدا. 200 نفر چیز خطا خورد، اسپید خطا خورد. کلی 200 دویم سر صفحه ما یک دبل تاب. و مردم 1000 نفر هستین، باید اسکور ما یک بالا باشه که یا خدا. اسکور تاین حال باید است سلیم صاحب دیگه در یک لک می بود. در یک لک اگه نمید 40-50 هزار باید است می بود. والا به خدا و قرآن. نه خب بچه ها نامدم من پیشتر عرض کردم میایم هیچ توصله که تو میایم کلش میایم. کلشان آماده هستم. نه ما فکر نمی کنم دو گم دیگه هم میزنم که دلت بیغم باشه تا که نبری یک گم ماندن ولایت نیستم. والا چی رنگ نوجوان کلی 200 دویم سر صفحه یک دبل تاب بکنن. امی لایف ما را یک شیر بکنن. دوستا هم اسکور از 5000 بالا بپرانیم که بالکل آدم قسم کم میه. سلیم شاهینتان با شماست، شاهینتان با شماست. چقدر صحبت های عالی، چقدر گپای بسیار منظم برای شما کردم. قصه هایی که بدر کلش تاریخ ثبت بود، ما ثبت کشیدم از آرشیف خود برای شما قصه کردم. امی یک باش شاهین صاحب خودت که هست بسیار یعنی یک طرفدار درمندر هستن و یعنی در وقتی که درمندر بود امی سنجیده دام بسیار یک فیلم های جالب و خوب
جور میکرد. یعنی در افغانستان سنجیدت به واقع بسیار دوست دارن. تو کدام کت سنجیدت ملاقات کردین؟ بله 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 بله، چرا نعمت. 2 بار که سنجیدت خوب. ملاقات کردیم که دایرکتر گفت که دایرکتر که یعنی میمان بودم اونجا، انیتا بچن بود، پرنگ چوبره بود و برادر چی بود، امشپری بود بیادرش، هنرمندا زیاد بود البته. و ما در خیال نبودیم که سنجیدت در این فیلم است شوتینگ داره، این گپا در ذهن نبود. جان ابراهیم بود در این فیلم. همی مصاحبه را که در انیتا بچن یا خلاص کردیم که در هنرمندای دیگه دیدیم که یک موتر آمد دردش چند تا بادیگارد و موترها و گپا، یک موتر کلان آمد داخل شد. یک وقت دیدیم که سنجیدت پایین شد. شوتنگ سنجیدت بود. سنجیدت باش که دوستا داخل دستکش بزنن که دبل بره. دوستا بگیرین دیگه چیزا. امیر کل نزنن میفهمه ها بچه که تو اسکور بالا بره. یعنی من داخل دستکش که بزنن از 10,000 بالا میپره. باز من قصه سنجیدت هم میکنم اگر ضربه ای رفتین. حالا بچه از 5,000 بپرانین شا. درد نداره. خو ایران باختی 3 تا شد بخیر. بگه من رضا به خاطر گل رویت میزنم که بعدت حق داری سر من. این چی وضعیت است؟ کسی سنجیدت میمانه آبرتان میگم بیادر دوستا. پلیکو وضعیت دیگه که شاهین هستی برادر. امی دایرکتر آمد در بغل گوش ما گفت که شاهین بایی گفت که هر کی گفت چی داری، گفت که خب که رسول ایمان زنگ زده بود. رسول جان ما 2 گیم دیگه میزنم، باز 1-2-3 کلمه گپ دارم میایم باز گپ میزنیم. گفت که امی دایرکتر گفت خدا شاهد است، گفت که مقصد شاهین بایی گفت که هر کی گفتی ما قبول کردیم، مگم که سنجیدت من نمیتونم. خوب. ما گفتم خود سعیست گفتم دیگه سعیست. افغان هستیم و شما دیگه افغان هستیم. خوی افغانیت داریم. گفتم که خراب است تو از ما چه می رنگ است سی رنگ است. خب بالاخره شوتنگ میکرد و می درامد دمو موتر کلان شوتنگ میکرد و می درامد امو سیگریتیگا که خود میزد از امو چرسای در جوال افغانستان میزد. حقیقت میگم، ما هیچ غلط نمیگم، هیچ وعده غلط نگفتیم. خداوند از ما پرسان میکنه یک روز. این که زد یک وقت بدد میخواست که برن دیگه. شوتنگ خلاص شد. همین دل محمد تو پر شده که خود میگم گو سلیم شاهین، تو خود سلیم شاهین افغانستان هستی، چطور آسمانش دور بتی صدا کن. همه تو خدایی در دل ما بیادر یک گپ شد. همین میخواست که دروازه موتر واس کنه که گفتم سنجیدت بایی روکو. یعنی من تو دیگه دور خوردم تو بدخوی آمد. همین نزدیک شد. گفتم سنجیدت بایی यार गले से लगाओ, अफगानिस्तान से आपका दीदार से आया. ओ पठान भाई बगाल करد ریای ما ماچ کرد. طلب یک ذره سوغاتی بود برش دادم. گفت که چرس شیرک مزار آوردی یا نه؟ من گفتم نه عملی من نیستم. گفتم من این امیر معذرت میخوایم، باز دیگه دفعه برات میارم دیگه. اینی قصه ها بود و باز قصه کردیم از مزار شریف، از مردم چطور از افغانستان. من گفتم وده خوب بود دیگه، آرامی بود واقعا دیگه. اینی طور گپا بود. دوستان عزیز قربان همتون تشکر. سجمی دبلتب بکنید می 8 من سلیم. دوستا دیگه مرا تا تو گم دیگه نمانین. شاهین صاحب دستبند نقره که نگینه سلمان خان برادر امی عزیزا مرا خو میگن. ما 22 سال پیش من این دستبنده برش داده بودم. 22 سال پیش نه
خدا گردن ما نگیره در سال 2002 22 سال پیش من این دستبنده برش داده بودم که او من نمیتونم گفته که آیا می دستبنده ای بسته کرده یا نکرده. این خو مردم فکایی میگه او ملت این سلمان خانتان خانتانه پیر پیشوای سلمان خان هستم. اگر شما قدر وطندارایتان بفهمین، قدر مملکتتان بفهمین، قدر هنرمندتان بفهمین، از خود سلمان خان جور کنین. من او جلغوزه را خوش داشت، برای من گفته بودم که جلغوزه را خوش داره، پسته را خوش داره. همیشه که آمدم که گفت که سلمان خان نیست، بیادر ارباز خان برآمد همونجا بیادر کدی کالای چیش بود، نو خوام بود دیگه صوبکی. گفتم که ما آمدیم از افغانستان، بسیار عزت کرد، کش کرد. پدرش سلیم خان در بالا گفت اسکو بلاو گفت پتان افغانی کو. ما گفتم نه که ما سلمان بایی کو بات کरेगा इससे खातिर से आया उसको दीदार करेगा फिर इंशाल्लाह दोबारा आएगा. ये सौगात ले लो अफगानिस्तान से. मौज کرد اعتبار کو که اینمورا ماچ کرد، احترام کرد. دیگه ما وقت ما کم بود، پس تا که بیامد وقت برای ما داده بود ما نتانستیم. والله بلا دیگه بار همه ترکانی برابر شدیم که باید ببینیمش. دمو پارتی مرا دعوت کرده بودن، سلمان خان هم می آمد. ششتیم بیادر تال خورد. ما بخیر بیادر افغان مردم هستیم که بخیر برو پشت کارت، ما میرم قرار استراحت میکنم. این حقیقت اینمی بود که ما برای یا میگم بازیا میگه که شاهین صاحب خود اعلان کرد. شاهین صاحب ما چیم بیادر بگی خوده خلاص بگی خوده مرا سر خودم میزنن. نه قرآن نه دوستا سربایی اسکور کم است نمونین دیگه، حرابات بجای کنین کاله بیادر. اینی آخری گیم است دیگه دوستای عزیز، ببازیم ببریم. آخری گیم است قربانت گیم. یا گیم دیگه اگر حمایت کنین که امشب مزدار شوه، صحبتام چرب شوه. بیادر گلم یک کم شیمه در وجود ما بیا، همه گیم حمایت کنین. باز من قصه میکنم، یک دو قصه بسیار مقبول باز براتون میکنم. برین بخیر. شاهین صاحب یک سوال دیگه. سوال کو بسیار شما یعنی 130 فیلم در سینمای افغانستان پر کردین. آیا تا حال از طرف بالیوود از سینمای هند برتان کدام پیشنهاد نشده که در کدام فیلمشان کار کنین؟ بله بسیار یک سوال نیک کردی، بسیار سوال خوب بود. البته بر من سنای بسیار کوتاه پیشنهاد شده بود که ما وقتی که فکر کردم که ما یک افغان هستم، از مملکت با عزت با غیرت هستم، با نام و نشان پیش از یا گپ میزنم، نام خود دایرکتر میگیرم، بچه فیلم افغانستان میگیرم. ما در یک فیلم نقش بر ما میداد که یعنی یک آدم هستم کشتکار کیسه‌بری رو یاد میتونم به نام دادا شاهین. فامیلی واقعیت ما میگم. امیر سنجه گپتا یک دایرکتر بسیار رفیقم بود. او گفت که من این امیر تیپ کلاه شپو بگیر بالا پوش گپا. همین فکر کردم گفتم این ملت افغانستان تو یک ملتی هست که اگه کار کنی صبح میگه سعی که داری بچه فیلم ما رفت در فیلم ایندیا کار کرد، باز آخر هم نقش دوزی را دادنش. اینجا کلم کار کرد. گفتم من مریض هستم نمیتونم، یکی دیگر انتخاب کنین. و مشمیرا که رفیقم بود، دایرکتر بسیار بزرگ است، ایگل فیلم کمپانیش است، بسیار مردم با عزت است. و مرا دوست داشت هرچی میخواستم، اما ما هیچ وقت گپ نزدم. مرا میگفت که در فیلم ها چی داری؟ من گفتم نه لازم نبود. این حقیقتش خدا و راستی همی بود. من نمیکنم، آدم هستم مستقل کار کردیم تا امروز زیر دست کس کار نکردیم. 130 فیلم هم از پیسه جیبم جور کردیم، هیچ کس را نگفتیم که مرا یک داره پا کمک. حقیقتش خوارقان بیادرقان بینندای عزیز، تا امروز از جیبم، از غرورم، از غیرتم با تشویق شما از پیسه شما فیلم جور کردیم، از پیسه شما جمع کردیم، فیلم هایم چلیده. پس یک فیلم دیگه این یک تعدادی که فیلم پر کرد بیچاره تاوان داد. امیر رسول ایمان در همین فیلم خود تنها 70-80 هزار دلار مصرف کرد، بیچاره تاوان داد. این نمیشه وقتی که
فیلم جور کرده بود که باید برای فستیوال بره، یک نام بسیار فیلم بسیار مقبول بود، کارش خوب بود، اما مردم ما خودکش بیگانه پرور است. اینجا دیگه کی جور کنه؟ اینجا مشکل است که ما خود قبول نداریم، دیگرها را به تشویق میکنیم. باید از خود شروع کنیم، بعد خود باید اما کم خود با دیگرها به مقایسه کنیم. دوستان مرا دگم گرفتن، شما حمایت کنیم دوستان. ضربه‌ای. هر کس که می نو بینه بیره دستوری میمانیم. کامان کلگی نمون که بیادر به استودیو رسید. نه بچه ها شیشته کلگ اینجا کمی مانده، کمی مازه. یک ضربه‌ای بریم که ما خود برابر از او بسازیم دوستان. 3 نفر دیگه دوستان. بله بچه ها دیگه. ضرب 3 است. نه 2 نفر. نجیب جان صبر کن، ضرب 3 یک دقیقه صبر کن. خوب یادرک د آینال دین ضرب 3. این ضرب 3 شروع کنیم. یک ضربه‌ای تا ضرب 3 برابر شد. بریم دیگه که ضرب 3. آفرینه. حمله ضربه‌ای. کدام دستکش اگه باشه. خوشتانی زنده و سلامت باشی. دوستان دستکش مانه که دیگه. دوستان آخر باید ما حمایت شویم. نمانیم بچه ها کجا هستید؟ تمام. بالا قصه بوده با قرآن. این از دست نتیم. آها قربان زنده و سلامت باشی. ضربه‌ای مگه تا ریشه در آب است، امید ثمر است. ای بچه‌های وطن، هنوز هم ما خود نباختیم هیچ. ضربه‌ای بچه ها ضربه‌ای. همه تو ضربه‌ای بیادر. دبل کدام شیر چوچکی داره اعلان کنین بخیر. اعلان کنین شیر چوچک. برسانین بچه های نمه تو ضربه‌ای بلد است. رسول ایمان بلد است کل گپاره بخیر. نزدیک شدیم. برسانین خدا. نمه تو حمایت کنین. شیر میر نیست کدام شیر چوچک. اگر دون با من نداشته باشه سعیست. یک شیر چوچک میتونیم که گیرش کنیم. با یک کلا ولا نمیشه به قرآن خدا. دوستا کدام موتر خاطبات. علی تشکر. گیم آخر است دیگه. کاکگی تانه نشان بده دیگه. خلاص شد باختین بخیالم. ضربه‌ای بچه با شیر چوچه کدام تا کاکه. های اسایی که واده کرده بود یکیشان نبود. اینا با افتخارتان سلامت باشی بیادرک. 089 تشکر برادر محترم. کوهستانی زنده و سلامت باشی. خالد احمد زنده و سلامت باشی. علی جان تشکر. دیگه دوستا قربانتان سلامت باشی. نو شاهین صاحب نو بینت راه. ما میگم 100 تا فدای سرت هیچ کدام گپ نیست. ما میگم خدا خواهی ترک. ما فقط گیم کار دارم کنه. گیم بردیم 4 تا بردیم، یک گیم بردی خیر است، بازم پیش هستیم. خب ما فقط 10 دقیقه دیگه هم اگر سوال داشته باشین به خاطر که تیمم پوره میشه. خودت گفتی که دو قصه را تابال ما نگفتیم، همین قصه را بعد از گیم ما میگم. اینا الان را بگوین دیگه. قصه ها خب بسیار زیاد است بیادر. دوستای عزیز طرف بدخشان میرفتم. و بیادر در موتر بودیم. بچه ها کلگی برای شوتنگ که دوستای قسم نمیخورم شما قبول کنین شما. این موتر ما حرکت بود که یک مرد ریسفید که یک بچه که چوچه همه تو میره در راه. این موتر ما تیر شد. یک دفعه دم ازبکی یا کدام چیز گفت قیس برن چطور کنی قیس برن یعنی رنگی همی گوش ما جرنگ کرد خداوند که اینمی بابا خود مرا صدا کرد. یک وقت موتروانه گفتم پس لیورز بیا آمده که همی بابا دیگه میلرزه، همی 80 ساله است بچهش، همی مرا که سعی میکنه مسلمان ها با مو خدای دستای مرا میخواست ماچ کنه. مردم ما می دستای بابا را گرفتم ماچ کردم. گفتم نه قیسسی گفت ما کدی خدای خود در نمازای خود گفت امه تو گفته بودم خدای یک دفعه می قیس نمی بریم بیا ما دیگه میترسیم کلی مرا میکشه. چطور بدش آمده چطور میگه که آرزوی بود
همین فیلم های تو برادر مردانه کار میکنی، از این برادرای ازبکش بود بکالم که به مردانه کار میکنی قیس جان، صدقه جان برادر به میمان ما شیم شب حضور کرد دیگه کرد. ما بالاخره گفتم پدر جان قم، ما همه تو شما را دوست دارم، شما ملت با عزت هستین، شما میمان نواز هستین، شما هستین که هنرمندایتون را دوست دارین. یک تعداد مردمایی که بدت به فیلم های خارجی فرهنگ بیگانه عادت کرده و او بالاخره آخر پشیمان میشه، دلشانه میزنه. این یک حادثه بسیار مقبول و زیبا بود که واقعیت او روز اشکای خودم هم ریخته بود به اندازه. دیگه یک قصه دیگر هم میکنم برتون. دیگه دوران امی سالنگ دیگه بند شده، سالنگ بند شده و 12 نفر هستیم میایم طرفی که باید بیایم طرف قندوز فیلم چرخ چیره داینه باید به نمایش بتیم یا ناکامش کرد. حرکت کردیم بیادر، یک وقت در زمین نفرها به نام دکتر حرکت کردیم. ما در آخر سالنگ رسیدم، از سالنگ برآمدم دیدم که گم است. یک وقت میایم که کلا قطک رفته ده یک خار بیادر ایسی لنگک زده میره سرش داده غارت لنگک زده میره. بچه ها رو بیاد کشش کردیم همه کشش کردیم. ولی از سالنگ کشیدیم چی میگه والا 5000 روپیم گم شد، 5000 روپیم گم شده. یک وقت ما جیب خود سعی کردم گفتم از مام 10,000 گم شده از برای خدا. یه سنا بسیار جالب بوده این سنا برای من. 5000 در برف افتاده بوده در این نه طرف. بابا دروغ، 1 روپیه خدا نداشت، مفلس خوشحال آدم بود. تا این صاحب دیده بود گفته بود یک البته دلش بود ما خودم نگفتم که بدر اگه فیلم بچه 10,000 رو از ما بگیره. از خودت تو توقع داشت که یک 10,000 روپیه برش بدی. بله قربانتان، تشکر، بسیار صحبت ها جالب بود. از صحبت هایتان ممنون، خوب شد که یونای مرا گرفتی که اقلا امشب آرام بخوابی. گفتم رسول ایمانم بالا میخواه بیا چی میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روجان بیادر سلام. و علیکم السلام برادر محترم. چطور هستین؟ صد بانی گرامی سلام بر شما هم برسه. و علیکم السلام. شاهین صاحب سلام برسه، چی حال داری؟ والا هستیم بیادر دیگه بیادر همیشه یونان میگیرن، این میگیره او میگیری تو میگیری او میگیره، 9 تا جور میکنم 10 تا جور میکنم میگیریم. خب اصل کار تو میکنی، ما بیچاره یک گیم میبریم خلاص کل کار خود تو میکنی دیگه. خیر باشه، بازم تشکری میکنم. کسایی که وعده کرده بود یکیشون آمده بود ایمان. منتها شاهین صاحب من اراده 5-0 بردن ندارم کتی خودت. او این گپ صحیح. دو ماست میبازی بلیاز خدا، 2 ماست که ما میبازی. شاهین صاحب خیلی بردای ما هیچ نمیگی شاهین صاحب، از خودت یادت میمانه. بردای تو گنجایش نداره پیش من. خودت هیچ حساب نمیکنه، میگه او هیچ روجان من برادر فالویت گرفتم بیادرک گلم، یگان دفعه روبرو میشیم. ان شاء الله حتما درست است. نفر بچه ها از یک طرف دیگه طرف رفیقای که دیگه فالو بگیرین و شاهین صاحب است. ما قرارداد داریم، هر روز 5 گیم میذاریم ببینیم که چی میشه دیگه. شما صحبتایتان خیلی خلاص کنین بعد از شاهین صاحب ما میخوایم که 4 نفره دوستایتان 1 نفر شما انتخاب کنین، ما و رسول ایمان باشیم. ما سعی کنیم که سلام میگه یک گیم میزنیم زیاد نه. اگر که